دشمن میخواهد ملت ایران رو به این نتیجه برسانه که بنبست است، راه حل وجود ندارد مگر پناه بردن به آمریکا و زانو زدن در مقابل آمریکا و تسلیم شدن در مقابل آمریکا. من صریحاً اعلام میکنم کسانی که در داخل کشور این فکر را که مطلوب و محبوب دشمنان است ترویج میکنند، اینها خیانت میکنند، خیانت به کشور است. اینی که بر طبق میل دشمن ما ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، این بزرگترین خیانت در حق ملت است. البته این اتفاق نمیفته. من به حول و قوه الهی و با همراهی شما تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته در کشور.